تو سالهای اخیر استارتاپ‌های زیادی در داخل کشور راه اندازی شدن و بعضی از اونها تونستن رشد قابل توجهی رو تجربه کنن، به طوری که ماهیت یه سری از کسب و کارها رو تغییر دادن، مثل فعالیت تاکسی اینترنتی که بازار آژانس‌های شهری رو با چالش روبرو کرد. یکی از مهمترین چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان تأمین مالیه که روند انجامش یا تأخیر زیادی داره یا غیر ممکنه. از سمت دیگه سرمایه گذاران به دلیل مواردی مثل نبود یه سازوکار ارزش گذاری رسمی توسط نهادهای مالی یا مشکل عدم نقد شوندگی سهام شرکت‌ها از سرمایه گذاری تو این شرکت‌ها منصرف میشن. یکی از روش‌هایی که همیشه برای بهبود فرایند جذب سرمایه استارتاپ‌ها توصیه میشه پذیرش اونها تو بازار سرمایه است. اما چالش اساسی اینجاست که خیلی از این شرکت‌ها نمیتونن از فیلترهای سخت پذیرش تو بورس عبور کنن. حالا شرایط تغییر کرده. با راه‌اندازی بازار نوآفرین فرابورس و استفاده از یه هیئت تخصصی پذیرش تو این حوزه، امکان حضور راحت‌ترین کسب و کارها تو بازار سرمایه فراهم شده. تا علاوه بر تأمین منافع این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری خرد و نهادی هم بتونن با خیال راحت‌تری تو این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری کنن و از منفعت رشد و گسترش سریع اونها بهره مند بشن. بازار نوآفرین فرابورس دو تابلوی متفاوت داره. تابلوی دانش بنیان که مخصوص شرکت‌های خلاق، فناور و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتاله. این شرکت‌ها باید نزد سازمان بورس ثبت بشن، حداقل سرمایه 10 میلیارد تومانی داشته باشن و صورت‌های مالیشون مطابق با مقررات سازمان بورس باشه. اما تابلوی رشد برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمانه که جمع حقوق صاحبان سهامشون بیشتر از 10 میلیارد تومانه. اگه شما صاحب استارتاپ و شرکت دانش بنیان هستید، حالا وقتشه که به فکر جذب سرمایه از راه بازار نوآفرین باشید. تو این مسیر فارابی کنارتونه.